دکتر نوید خپلواک هستم. امروز در مورد بواسیر و شقاق مقعد گپ میزنیم. فرق میان بواسیر و شقاق مقعدی چی است؟ انال فشر با هموراید چی تفاوت داره؟ باورهای خیلی زیاد در مورد هموراید و انال فشر موجود است، البته باورهای غلط. همیشه ما هر تکلیف مقعد نسبت میتیم به بواسیر، در حالی که بواسیر تنها یک تکلیف یا یک عارضه مقعد است. فشر یا شق مقعد همیشه با بواسیر اشتباه تشخیص میشه توسط معالج و همچنان توسط مریض هم اشتباه برداشت میشه. باید این وضعیت تفکیک بکنیم که بواسیر کدام مرض میگه و شقاق مقعد کدام میگه. خب، بواسیر رگهای پوندیده و متورم در اطراف و نواحی مقعد است. Dilated and tortured veins. ما دو نوع رگ خون داریم، یکی شریان ها و دیگه بخشم ورید، arteries and veins. امو رگ های عصبی که رگ های خونه که خون ناپاک یا دی اکسیژنیتد بلد انتقال میته از اطراف نواحی مقعد، اگر بپونده تورم کنه بواسیر به وجود میاره. خب، ما دو نوع بواسیر داریم، بواسیر داخلی یا internal hemorrhoid یا internal piles و بواسیر بیرونی external piles. اگر رگهای خون در قسمت داخل مقعد در اینجا بپونده متورم شود، اینا را میگه بواسیر داخلی. اگر رگهای خون در اینجا متورم شود بپونده، این شد بواسیر خارجی. بواسیر داخلی اگر در قسمت بالاتر از پیکتینیت لاین بود، ای را یاد به نام انترنل یا فرست دیگری بواسیر یاد میکنیم. اگر از خط پیکتینیت ای خط پایین تر بود، بواسیر درجه 2 است. و اگر بواسیر به طرف از مقعد بیرون دیده شد به شکل یک دانه و رگهای پوندیده مثل غنچه انگور، اینا بواسیر درجه 3 است که بیشتر نیاز به جراحی یا به عملیات داره. خب، یکی از نشانه های بواسیر خونریزی است، blood per annum، ولی خونریزی مطلق بدون درد. blood per annum. زمانی که تشناب میره مریض با مواد غایطیش خون میایه، اگر خونش هیچ درد نداشته باشه و مثل فواره تیر بزنه خون، این یکی از نشانه های موجودیت بواسیر در مقعد است. ولی اگر ما شقاق مقعد داشته باشیم، یعنی بعد از قبضیت دوامدار و زور زدن در تشناب قسمت از مقعد اینجا پاره شود، این را به نام شق مقعد یا انال فشر یاد میکنه. خب، چگونه فرق انال فشر و هموراید باید توسط مریض شود؟ یعنی چگونه بفهمیم که تکلیف ما بواسیر است یا انال فشر؟ یکی از نشانه هایی که تفکیک میکنیم موجودیت درد خیلی شدید، severe pain. چی وقت؟ در هنگام دفع مواد غایطه، severe pain in defecation، یا درد خیلی شدید در هنگام دفع مواد غایطه. اگر با خونریزی خیلی کم دیده شد، ما به بواسیر نه، به انال فشر یا شقاق مقعد مبتلا هستیم. در هموراید یا در بواسیر درد نیست، تنها در هموراید درجه آخر یا 4 دیگری که هم هموراید بیرونی باشه و تمام محتویات همورایدال به بیرون پرولپس کنه، بعدش عفونی و التهابی شه و میتونه سبب تخریش و درد بگرده و در مجموع بواسیر عارضی بدون درد است. اگر در هنگام رفتن به تشناب دفع مواد غایطه درد خیلی شدید داریم، یک پوندیدگی به اندازه گندم، دانه گندم یا دانه جو در اطراف مقعد داشته باشیم، این وضعیت بیشتر دلالت به موجودیت شق مقعد میکنه. بیشتر خانم هایی که
به ولادت طفل میرن، طفلشان تولد میشه، در هنگام تولد طفل زور میزنن و اینا بیشتر به شق مقعد مبتلا میشه. در پهلوی اینها قبضیت دوامدار، اگر قبض باشیم مواد غایطی ما خشک است، سخت است، دبل است و برای بیرون راندنش مجبور و مکلف هستیم زور بزنیم، این وضعیت میتونه ما را به شقاق مقعد مبتلا بکنه، شقاق مقعد یا انال فشار. این وضعیت هیچ وقت باید به همراه بواسیر باید مختلط نکنیم. در پهلوی قبضیت دوامدار بیماری IBS یا Irritable Bowel Syndrome میتونه سبب شقاق مقعد و حتی بواسیر بگرده. Irritable Bowel Syndrome کدام تکلیفه میگه؟ تکلیفی که هم باد شکم داره، غرغور شکم، باد شکم، هم قبض میشیم، گاهی اوقات قبضیت داریم، گاهی اوقات تخلیه نمیشیم، گاهی اوقات وقت خوش هستیم جور می باشیم. همه از اینا اسباب است که در هنگام دفع مواد غایطه سبب وارد کردن فشار یا پرشر روی مقعد و عضلات و ماهیچه های مقعد می گرده. این فشار در دراز مدت میتونه هم سبب بواسیر بگرده و هم سبب شق مقعد و فیستولاهای مقعدی بگردد. این وضعیت باید حداقل تفکیک کنیم با بواسیر و امراض دیگه که در کانال مقعد به وجود میاد. خب شق مقعد چگونه معالجه بکنیم؟ تداوی چی است؟ از پومادهای GTN یا آینتمنت GTN، آینتمنت گلیسرو ترای نایتریت 0.2%، یک ملهم یا یک کریم است، یک کریم به شکل پوماد. فرضاً این پوماد است، در داخلش گلیسرول ترای نایتریت داریم. این پوماد در سر خود اینو تو یک نوله داره، این نوله را روی از این پوماد میبندیم و این را داخل مقعد میسازیم. وقت داخل مقعد شد کریم پچخ میکنیم که به داخل بریزه. بعد از مواد غایطه هر زمانی که به تشناب میریم بعد از رفع حاجت از کریم GTN استفاده بکنیم. همچنان میتونیم به خاطر سهل سازی و زور نزدن در تشناب از اسپاغول استفاده بکنیم. اسپاغول بهتر است که روی غذای خود پاش بتیم تا حداقل در قبض ما هم معالجه قبض هم داشته باشیم. اگر مبتلا به IBS هستیم و کتش انال فشار داریم باید معالجه IBS بکنیم. برای معالجه هموروید یا بواسیر چی مهم است؟ خب از هم اول باید بفهمیم که علت بواسیر چی است. بواسیر درجه اول اگر به سبب قبض باشه قبضیت برطرف کنیم بواسیر گم میشه. اگر بواسیر در درجه دوم از قبضیت و نفخ و باد و غرغور شکم باید علتش پیدا کنیم، او را برطرف بکنیم، این قبضیت بواسیر کدش از بین میره. ولی باز هم میتونیم از پومادهای به نام هیدنزا استفاده بکنیم. هیدنزا در بازارها موجود است، میتونیم بعد از دفع مواد غایطه از پوماد هیدنزا استفاده بکنیم، پوماد یا آینتمنت. از تابلیت های به نام دفلان، کسایی که بواسیر درجه 2-3 دارن میتونیم از تابلیت های به نام دفلان 500 میلی استفاده بکنیم. ولی برای کوتاه مدت اگر خونریزی داریم کتش هیچ درد را احساس نمی کنیم، تنها گاهی اوقات خارش مقعد احساس می کنیم، این وضعیت بواسیر است. اگر خونریزی خیلی کم است در مواد غایطه ولی درد خیلی شدید و طاقت فرسا، این وضعیت شقاق مقعد است. باید هر دوی از یارا در معالجه و در تشخیص در نظر داشته باشیم. ممنون.